بینندگان عزیز السلام علیکم، صبح همتون بخیر. تا حضرت بر مونده است 12 کیلومتر گرد، 12 13 کیلومتر، 12 15 کیلومتر گرد. یا کسی اگر طرف اومده باشه او میشناسه. یا چقدر دریا بود دیجا جیپو بازور میگذاشتم. وزیر او در حالت کم شویه. هم ماشین میدان میتونن بگذارن. اومدیم تا همین جره گفتیم یا سیر تماشا کنیم سحری بر وقت قطعی چی میشود. کوپرکشون قطعی گذاشته میتونیم گذاشته بذاریم درون جنگل اب کویم اگون زرگوش مرگوش میبینیم. یکی افتوام ناو اینا حرکت داره طرف ما. امروز بچه ها میرین مرکز، جایی که انتین هست، جایی که نوار گذاشته گذراندن میتونیم. همین خیلی درون همین جنگلک گشته ایستیم. یک تا زرگوش دیدیم اونشم دورتر گفتی گپ و شاخوش دیدیم. تمام سحره باید زرگوشو بگردن. حاضر یکی یا ماشین گذشته با فیلم امو ترسون شو باشوی که رو بینی که های سر در فلک کشیده. انا الپینیست یکی بیاده ایجا اسکلالاز یکی بیاده ایجا مشک باشه. اوی مزار سرشوی و خینگو هم جای جا ارچه بسیار اینجا باید مکان چرای زرگوش باشه. خیلی به هر حال نگه میکنیم، باز چق میکنیم. بازی ها طرف رم این برادر ها آبی پیخه انگیت هم در اینجا پختگی وقت چیندن پختگی یا میگیری شاخک میبری ولی کمتر دارن. اونش که بسیارتر داره همچنان میگیری شاخشو میبری قاق میکنی. قاقشت میتکیش غوره انگت میریزه. غورهش روغنش میگیرن. روغنش برای درونه یعنی روده و دیگر عضوها خیلی مفید هست برای درد گوش، برای یاره. خاصیتی گم کردن درد و محکم کردن یاره داره. این توقع بسیار خاصیت های زیاد هم داره. حاضرش همه قشبتیم. این برادر عزیز خاطر این جنگل اومدیم در همینجا در راه رسیدیم. این رای ماشینی که طرف حضرت وقت میروه. اینجا بیای پیاده در روز بیستی دم بگیری در این درون در لریو هوا کمتر سلقین کرده گه که چیب نداره. این راه با همین راه بریم کمتر. در همینجا کوپرکای دریایی آبی مزار رو طرف میگذارید یا این طرف نمیگذاری رفتن میگیری طرف حضرت برخ. برادر رو برگشتیم خفا اومدیم در سری کوپرک. این کوپرک دیدی یو ای چکل بوم دو برابر کم شدگی ای
آدمایی که اومده بودن میدونن چقدر دریا بود. اشال وقتی ماهی میاییم حتما ماهی گیری میکنیم، تماشا کنیم. و برادر عزیز برمیگردیم طرفی کمپ در اوجیم. اینجا هم زمینای خوب ره ندارن یکی 75 بیاری بگذارون زمستون تیرما او طرف یا راه بزنی بای همجا بعد بهار جفت کنی کارتشکاره بشونه. اینجا دره کلنه آب کلون داره، انا کارتشکاره میگیری از زمینای خوب. خب حرکت میکنیم بچه. مسئله بالانمون بالان دم برمده است، زپاس کمون نیست، زپاس کمون که محمد جان برد یا کی داد میکرد یا کی امروز میورش دینه باید میوار نواردش. و برادر عزیز حاضر باشه ساعت 10 شب. امروز هم چندم روزه درجه نمیدونم، سرخ میشه سفید میشه میخیلا چندم روزه نمیدونم درجه هم در اطراف یگان روشنی نیست. امروز کمتر دیرتر اومدیم بچه عزیز. انا پگاه نصیب باشه رفتنی مرکز کوپرمونا باید بود کنیم. کمتر کمبودی ها داره، کمبودی هاش جواجه کنیم. یکم آهنمون نمیرسید، آهن ترشیدن در کار شایبه. رفتیم یک برادر خطی صحبت کردیم، برادر کندیلو خطی صحبت کردیم، گفتیم کمتری شایبه مورا نمیرسه. شایبه ای ایتنکایی 4-5 هم خیلی غفستر و دتش کفت داشته باشه که ما دتا پروت رزبه بردیم. رزبه که نگیش خیتایی نشد، رزبه زکس کردیم. رزبه رام بردنش نرخش قیمت، پروت هم آهن قیمت پروتین 16 نیفتیم، 17 نیفتیم، 18 نیفتیم، 19 یفتیم. ستروپسینا 19 هم میبرن 16 میکنن، برای که اوگولنیکومو شکوف 16 رزمیری گیکه 24 16 میکنن. خیر همه جا پرسیدن توکرو را گفتن قیمت بعد یا دیگرش ارزون تر گفت. متروشه روز پگاه نصیب باشه باید جانتین نیست که زنگ زنیم، پگاه نصیب باشه باید روانش کنه تاکسی خطی. یک برادر دیگر پرسیدیم که همین کارا بود کن با کلاگراف یا تاکسی زنده باشه. بعد فکر کردیم که شایبه هم ترشتن دکار، شایبه را پرسیدیم، رفتیم گفتیم که میتروشن، گفتن که گپ نیست، کاری ثواب در مود تیار. سلامت باشن برادرام. سهمگذاری کرده بودن در پولی ما و بازم سهمگذاری کردن، دستگیری کردن. باید پیشم مقصد هست برای دستگیری. سلامت باشن مردمی کندیلوی سنگوار. خب برادر عزیز ما یک پیاله چای بگیریم، یک پیاله چای مای داغ داریم، ای سرم کلانترای همین خط یک چای گرم خوریم اینجا که از نکی نیست که اتلک نبخوری. برای همو کشغل میکنیم خوب میشیم. خب برادر عزیز پگاه در ترشیدن آهن باز نوار میکنیم، تماشا کنید. زنده باشی برادر عزیز، در امان الله تا باز دید.